این مکعب RGB یه اسپیکر رونئو از برند ساوندکور زیر برند انکر. یه اسپیکر 50 واتی. صبر کن 50 واتی یعنی اینکه این اگه 1 ساعت کار کنه 50 وات ساعت مصرف میکنه. اگه باتریش هم 5 ولت در نظر بگیریم پس حداقل باید باتریش 10000 میلی آمپر ساعت بشه تا 1 ساعت، فقط 1 ساعت کار کنه. 50 وات. من یه دونه سابو بستم بهش 50 هرتز دادم. خب 5 ولت AC و خروجی 1.76 گذاشتم، ولتاژ رو ضرب در جریان کردم، 20 وات مصرف میکرد. این 50 وات مصرف میکنه. دروغ نمیگین؟ یعنی باتریش حداقل اگه 3-4 ساعت بخواد کار کنه باید 60000 میلی آمپر ساعت باشه دیگه، چون باتری ها معمولا یه کمی هم میلی آمپرشون به اون چیزی که واقعا انجام میدن نمیرسه. 60000 50000 میلی آمپر ساعت باید باشه. یه باتری قولی میخواد، نه؟ چرا دروغ میگین الکی؟ اصلا این ویدیو بفرستید براشون. خب یه دونه همه رو بفرستم من تست کنم. من دیدی که مولتیمت گذاشته بودم و واقعا 50 هرتز دادم و توانی که داره به ورودی بلندگو میاد، به ورودی بلندگو، هنوز خروجی بلندگو گرفتم توی ساب به اون هیکل. 20 وات هم نبود، 5 ولت ضرب در 1.7 آمپر. 10 وات هم نبود، 5 ضرب در 2 میشه 10 وات. 50 وات چی؟ 50 وات نور تولید میکنه، 50 وات صدا تولید میکنه، 50 وات مصرف میکنه، یعنی مجموع صدا و نورش با هم 50 واته. خیلی عجیب.